سلام به شما دوستان عزیزم و همراهان کانال شیمی نخبه. من حسین ظریف، کارشناس شیمی کاربردی هستم در خدمت شما و قرار هر 5 شنبه یک ویدیو کاربردی و علمی رو برای شما آماده کنم. امروز قرار بریم سراغ 2 تا ادویه خیلی باحال و پرکاربرد به نام ادویه زعفران و ادویه زردچوبه. زعفران یکی از گرانترین ادویه‌های موجود توی دنیاست، هم توی ایران هم توی کشورهای دیگه، ولی ریشه این ادویه داخل کشور خودمونه، یعنی مربوط میشه به کشور ایران و این افتخاریه برای ما. اما خواص مربوط به زعفران چیا میتونن باشن؟ یک، آنتی اکسیدان مناسب. بچه‌ها، آنتی اکسیدان یه سری ترکیبات مولکولی هستن که جلوی رادیکال های آزاد رو میگیرن. عملکردشون به چه صورته؟ بیا تا به توضیح بدم. بچه‌ها، میخوام نحوه عملکرد آنتی اکسیدان ها رو به بیان ساده به شما معرفی کنم و توضیح بدم. نگاه کنید، فرض کنید این یکی از اتم های مولکول های داخل بدن ماست. اوکی؟ اتم های تشکیل دهنده مولکول بدن ماست. این هسته اتمه که خیلی خوشحاله، دورش هم الکترون ها قرار گرفتن و کاملا پرش کردن. پره، مشکلی نداره. این بابا رادیکال آزاده و عامل سرطانه. ببین یه جای خالی داره، یک دونه الکترون کم داره، زورش میرسه به این اتم خوشگله بدن ما. میاد چیکار میکنه؟ میاد یکی از اینا رو حذف میکنه، خب به خودش میده و خودش خوشحال میشه، راضی میشه، اما مولکول بدن ما یا همون اتم بدن ما ناراحت میشه و میتونه عامل سرطان باشه. حالا آنتی اکسیدان وارد عمل میشه. آنتی اکسیدان نه تنها الکترون های دور خودش پره، یک الکترون اضافه داره برای اینکه بیاد جای خالی اینو پر کنه. میاد چیکار میکنه؟ الکترون خودشو میده به این، خودش الکترونش پاک میشه اما ککش هم نمیگزه و عوضش، بذارینم قشنگ لبخندش رو بکشم، عوضش این آنتی اکسیدانه دیگه کاری با اتم بدن ما نداره، یعنی با الکترون های اتم بدن ما نداره. اینطوریه که آنتی اکسیدان میتونه علیه رادیکال های آزاد برای بدن ما مبارزه کنه و مفید باشه. همونطور که مشخص شد برای شما که آنتی اکسیدان چطوری رفتار میکنه، باید بدونید که کاربرد آنتی اکسیدان توی این قسمت اینجوریه که پیشگیری میکنه از سرطان، یعنی پیشگیری میکنه از تخریب سریع سلول ها، یعنی سرعت تخریب سلول ها رو کاهش میده. بچه‌ها یادتون باشه پیشگیری میکنه، واسه درمان مناسب نیست و بهتره که برای درمان سرطان شما از دکترها و داروها استفاده کنیم. خب یکی از کاربردهای جالبش به عنوان آنتی اکسیدان پیشگیری میکنه از سرطان روده بزرگ. سرطان روده بزرگ کی شکل میگیره؟ زمانی که شما سیگار زیاد بکشی یا فست فود زیاد بخوری. طبیعتاً میتونه باعث سرطان روده بزرگ بشه. کاربرد دوم تقویت قوای جسمی و جنسی. طبیعتاً قوای جنسی یکی از اصلی ترین مسائل زندگی یک فرده و اگر قوای جنسی ضعیف باشه برای ادامه زندگی به مشکل برمیخوره. زعفران میتونه یک ادویه مناسب برای تقویت قوای جنسی باشه. مورد سوم برای قاعدگی دردناکه. کسایی که یا خانوم‌هایی که دچار درد قاعدگی میشن و خونریزی دارن، بهتره که از ادویه زعفران استفاده کنن، حالا به شکل دمنوش، تا اون درد قاعدگیشون کمتر بشه و خونریزی به درستی انجام بشه. مورد چهارم، شاید باورتون نشه، بو کردن زعفران باعث کاهش استرس میشه و این واقعا جالب توجهه به خاطر ترکیبات مولکولیشه. بالاخره بو میتونه داخلش مولکول هایی داشته باشه که تاثیرات خاصی رو بدن ما بذاره. زعفران اینجوری مفیده. کاربرد پنجم، برای بعضی از افراد میتونه خاصیت لاغری داشته باشه،
یعنی باعث کاهش اشتها میشه در بعضی از افراد. بعضی از افرادها ممکنه بعضیا با حضور زعفران اشتهاشون باز بشه و غذا زیاد بخورن، ولی برای بعضی از افراد به عنوان یک داروی ضد اشتها و لاغری میتونه مفید و مؤثر باشه. مورد ششم، برای جلوگیری از آلزایمر مفیده. ببین چقدر این زعفرون کاربرد داره. آلزایمر یکی از خطرناکترین بیماری‌های عصبیه. توی این بیماری فضای سیناپسی آسیب دیده و انتقال دهنده استیل کلین مقدارشون کاهش پیدا کرده و اون فرد دچار فراموشی میشه. گاهی اوقات ممکنه برای تو هم پیش بیاد مثلا یادت بره چی کار میخواستی بکنی، یادت بره چی میخواستی بگی. زعفران میتونه پیشگیری کنه از روند آلزایمر. مورد هفتم، زعفران میتونه برای بیماران قلبی هم مفید باشه، چون کلسترول خون رو میاره پایین و میتونه باعث کاهش فشار خون بشه و این به شدت کاربردیه برای افرادی که ناراحتی قلبی دارن. مورد هشتم اینی که زعفران خاصیت ضد التهابی هم داره. بچه‌ها التهاب خیلی میتونه برای بدن دردسر درست کنه و برای پیشگیری و درمانش ادویه ها مناسبن، حالا چه به صورت خوراکی چه به صورت موضعی، و یکی از ادویه های مفید تو این زمینه زعفرانه. بوعلی سینا، دانشمند فقید ایرانی، نظرش در مورد زعفران چی بوده؟ از دیدگاه این دانشمند بزرگ، زعفران میتونه ضد افسردگی باشه، خواب آور باشه، آرام بخش باشه، ضد التهاب باشه، ضد آلزایمر باشه، محافظ کبد باشه، محرک زایمان باشه و اینا همه کاربردهای ویژه‌ایه که بوعلی سینا بهش اشاره کرده. ولی علم روزم این حرفا رو تایید میکنه. بچه‌ها یادتون باشه بوعلی سینا دانشمند چندین سده پیش بوده، پس ما میتونیم ایشونو به عنوان یه الگو در نظر بگیریم، اما علم روز و ملاک زندگیمون قرار بدیم. و از همه مهمتر، ممکنه بعضی افراد نسبت به خوردن ادویه واکنش آلرژیکی نشون بدن، پس اونا باید احتیاط کنن و نباید از ادویه های استفاده کنن یا باید کمتر استفاده کنن. این صحبت هایی که من در مورد زعفران کردم مربوط به افرادی میشه که هیچ گونه حساسیتی نسبت به مصرف زعفران ندارن. و حالا چجوری زعفران رو استفاده کنیم؟ میتونیم داخل برنج بریزیم، میتونیم به صورت دمنوش استفاده کنیم، میتونیم به شکل قرص توی داروخونه ها دنبالش بگردیم و استفاده کنیم. اینا بودن از ویژگی های خفن زعفران. راستی تا یادم رفته باید اینم بهتون بگم، میدونستی زعفرون میتونه باعث اووردوز بشه و حتی کشنده باشه؟ اگر شما توی یه 24 ساعت 12 تا 20 گرم از زعفران استفاده کنی ممکنه کشنده باشه. پس از هر چیزی باید به درستی استفاده کنی، حتی اگر اون چیز زعفرون با این همه خاصیت باشه. حالا بریم سراغ ادویه بعدی، زردچوبه، که خیلی هم غذا رو خوشمزه میکنه. خود من خیلی دوستش دارم. زردچوبه بچه‌ها ریشه اصلیش از هندوستان یا میتونه از تایلند باشه، بالاخره از یکی از این دوتا کشوره. اما خواص زردچوبه چیا هست؟ خاصیت اول زردچوبه اینه که میتونه ضد التهاب باشه و برای دردهای استخوانی و مفصلی استفاده بشه، حالا چه به صورت قرص چه به صورت موضعی. مثلا دیدید که مادر بزرگان میان چیکار میکنن؟ زردچوبه و روغن زرد رو با هم دیگه ترکیب میکنن، یکم هم داغش میکنن، بعد میزنن رو ناحیه‌ای که مثلا کبود شده یا ضربه‌ای خورده و دردش رو کاهش میده. میتونه مناسب باشه ولی نه همیشه. بهتره که برای درد شدید به دارو مراجعه کنیم. مورد دوم اینه که زردچوبه به هضم غذا کمک میکنه. یعنی اگه ما بیایم همراه غذامون زردچوبه هم استفاده کنیم، کمک میکنه که اون غذا بهتر به بدن ما جذب بشه، ویتامین ها و مواد معدنیش بهتر به بدن ما برسه. مورد سوم، برای پوست خیلی خوبه، سرعت پیر شدن پوست رو کاهش میده. یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، اگه زردچوبه و فلفل سیاه با همدیگه ترکیب بشن خاصیت ضد التهابیش رو بیشتر میکنه. یعنی اگه شما توی غذاهاتون از زردچوبه و فلفل سیاه همزمان استفاده کنی میتونه التهاب موجود توی بدنتون رو کاهش بده.
نکته خیلی باحال در مورد زردچوبه اینه که ماده مؤثره داخل زردچوبه کرکمینه و این ماده میتونه چی باشه؟ ضد آلزایمر باشه، یعنی باعث بهتر شدن فعالیت نورون‌های عصبی ما میشه. کاربرد بعدی زردچوبه اینه که برای قلب ما مفیده و میتونه باعث کاهش التهاب در رگ‌ها و عملکرد بهتر قلب ما بشه. کاربرد بعدیش اینه که ضد سرطانه و میتونه سرعت پیشرفت سرطان رو کاهش بده. برای افسردگی هم میتونه مؤثر باشه. ببین چقدر زردچوبه میتونه مؤثر و مفید باشه، اما کسایی که نسبت به زردچوبه و مابقی ادویه ها حساسیت دارن نباید استفاده کنن، مثل زعفرونی که بهش اشاره کردم. مصرف زردچوبه یه مقدار مشخصی داره، مثلا بین 500 تا 2000 میلی گرم در یک 24 ساعت. مثلا برخی از دکترها واسه آرتروز تا 600 میلی گرم در هر 8 ساعت تجویز میکنن زردچوبه رو. اما بعضی از افراد که ژنتیک خاصی دارن نباید از زردچوبه به مقدار بیشتر از 1000 میلی گرم استفاده کنن. چرا؟ چون میتونه باعث نفخ و دلدرد بشه داخل بدنشون. آیا خانم‌های باردار میتونن به مقدار زیاد از زردچوبه استفاده کنن؟ بعضی دکترها میگن اوکیه، بعضیا میگن اوکی نیست. طبیعتاً با دکتر خودتون مشورت کنید ببینید آیا مفیده یا مضره. چجوری استفادهش کنیم بهتره؟ میتونیم داخل غذا بریزیم، میتونیم داخل دمنوش بریزیم. بهتره که آب جوشو بریزی رو خود زردچوبه، یعنی یه شوکی همون اول بهش وارد کنی. اینجوری بهتره. به نظر من بهتره که تو مراحل انتهایی پخت و پز زردچوبه اضافه بشه، یعنی همون گرمای انتهایی مربوط به پخت و پز واسه بهتر عمل کردن زردچوبه مفید و موثره. این بود از ویدیو امروز ما و معرفی 2 تا ادویه پرکاربرد و مفید. 2 تا ادویه دیگه هم براتون آماده کردم که هفته دیگه بارگذاری میکنم. امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار.